وكذلك لا يصح بيع شيء على من يستعين به على معصية الله ويستخدمه فيما حرم الله. این چونی حرام است، یعنی صحیح نیست خریدن و فروختن آن چیزی را و شخصی که با آن چیزی که از شما میخره به گناه استفاده میبرد. از شما یک چیز میخرد و به گناه استفاده میبرد. فلا يصح بيع العصير على من يتخذه خمرا. اجازت نیست که فروختن انگور برای آن آدمی که از وی خمر آماده میکند، عرق آماده میکند، یا شکر از شما شکر میگیرد، میدونید که همین آدم از شکر شما عرق آماده میکند، یا خانه شما اجاره میگیرد و فاحشه خانه میکند. اجازت نیست که به اجاره دهید به این کس، چون که شما به گناه یاری میدهید. خرید و فروش حلال است ولی با قید و شرط ها دارد. نمیفروشید مالتان را با آن شخصی که مالکیت شما را بعد خریدن در گناه استفاده میبرد. خانه تو نمیخرد، زمین تو نمیخرد و اینجا یک مکان میسازد که به مردم پول ریبا میدهد. مثلا نفروشید به آنها، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی کردن که آدمی که انگور میفروشد، انگور فروختن حلال است، لیکن اگر داند که همین خریدار از این انگور عرق آماده میکند، برای این فروختنش منع است. الله تعالی گفت که ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، شما به گناه و به دشمنی یاری نکنید. و ذلك اعانه علی العدوان. و وقتی که شما چیزی میفروشید که خریدار آن را به کار گناه استفاده میبرد یا به دشمنی استفاده میبرد، در این حالت شما به گناه یاری دادید. یعنی خرید و فروش حلال است ولی قاعده و شرط و قید خود را دارد. یعنی نه همه وقت حلال است، لیکن به شرطی که با عبادت های فرض روبرو نشود. و این چونین یک مسئله دیگری که ذکر کردن، خرید و فروش حلال است، لیکن با اون شخصی که مال شما رو در گناه استفاده میبرد، در این حالت خرید و فروش منع است و صحیح نیست. در همین قدر کفایت میکنیم. الله اعلم. صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.